ایلول چرا برای شام نیومدی؟ میل ندارم. روز بیف داشتیم. از دستت رفت تا ماه دیگه هم از این خبرها نیست. قلب و روحمون گرسنه است ولی دستشون درد نکنه شکممون رو گرسنه نمیذارن. یعنی اون قدام که میگن بد نیست. آره هر از گاهی میوه و دسرم میدن. آره راست میگه. بیشتر از همه به این میدن. ببین ایشون پارتیش خیلی کلفته. آخه جاسوس خانم مدیره. واسه این میگم که مراقب رفتارت باشی. چون من مثل شما بی احترامی نمی کنم به هم تهمت میزنین. هیچ همینطور نیست. جاسوس خودتی. ببین اون همه چی رو قبول میکنه. باشه خانم چشم خانم میگه ولی خیلی ترسوه. اما این مارالو میبینی؟ کلن بدجنسه. آدم بی شرف و بدذاتیه. عقب افتاده چی داری میگی؟ عقب افتاده خودتی. بس کنین دیگه. جلو این دوستمون زشته. اونم باید عادت کنه. اینجا یتیم خونه است. خونه خاله نیست که. اونی که همراهت بود مامانت بود؟ خب دختر واسه چی تو رو آورد گذاشت اینجا؟ دختره رو اذیتش نکن شاید نمیخواد بگه. ای بابا به تو چه ربطی داره؟ عزیزم جایی هست که بخوای زنگ بزنی؟ من شارژ دارم. راستش خیلی دلم میخواد میتونم به خواهرم زنگ بزنم. آخه تا به شب بخیر نگم خوابش نمیبره. منم همینطور. اوه اینم که خیلی احساساتیه. خب دختر بر فرض که امشب زنگ زدی، فردا شب چی؟ پس فردا شب چی؟ به نظرم بذار از همین الان به زندگی بدون تو عادت کنه. شاید هم فردا مامانت بیاد اونم بذاره اینجا. نه اونو نمیاره. بپاش نمک رو زخمش بپاش. عزیزم بیا اینجا بیا به خواهرت زنگ بزن. بیا زود باش. ممنون. میخوری؟ نمیخورم. الو برات دمنوش درست کردم. توش عسلم ریختم. بخوری گلوت بهتر میشه. میخوام دارو بخورم. بداد با معده خالی دارو نخور. فقط یه سرماخوردگی ساده است. بهترین درمان دمنوشه. اگه عرق کنی خوب میشه. بس بابا فرید گاهی وقتا این مامانم رفتار میکنی. خیلی خوب نخور خودم میخورم. به هر حال همین جوریه دیگه. ولی من درک نمیکنم چرا این بچه‌ها اینقدر پرخاشگر و عصبیان. باورت میشه بداد مادرش آوردش اونجا. بهش گفتم سازمانی هستن که برای نگهداری از بچه‌ها کمک میکنن ولی توجه نکرد. خب ممکنه فقیر باشه از رو ناچاری این کاری کرده باشه ولی اینجوری نمیشه که. اینطوری هم که نمیشه. داور پنالتی رو نگرفت. ها تو اصلا به حرفام گوش نمیکردی. ببخشید اعصاب آدمو خورد میکنم. بگو گوش میدم. امروز واقعا خیلی ناراحت شدم. اول سوگل فرار کرد بعدش هم این دختره. در مورد سوگل با حرف زده بودم آره؟ آره گفته بودی. همون دختره درد سرساز. آره. مگه میشه ندونه؟ هر روز داری در مورد دونه دونشون صحبت میکنی. چرا اینطوری گفتی؟ چی؟ جوری حرف میزنی انگار خسته شدی. چون خسته شدم. دیگه خسته شدم فریده. عزیزم خواهش میکنم کارتو با خودت نیار خونه. ولی خودت هم هر روز از طرحایی که تو باغچه‌های خونه مردم میزنی تعریف میکنی. منم گوش میدم. آره ولی اون حداقل ناراحتمون نمیکنه. نمیدونم خیلی خوب و آرامش بخشه. آرامش بخش؟ خیلی آرامش بخشه. فهمیدم.
همین سوگلی که میگم همین اواخر رگشو زده بود. از اینجا رگ دستشو دقیقاً از اینجا زده بود. کلی هم خون ازش رفته بود. نزدیک بود دختره بمیره، جونشو از دست بده. اون یتیم خونه باغچه منه. اون بچه های بیچاره هم قنچه های منن. کفششونو ببینین چقدر قدیمیه. اونا لباس کهنه های ما رو میپوشن. جمره کسی هست که جاکت تو رو بپوشه؟ نمیدونم، فکر نمی کنم. خدایا تیپشونو ببین. هنوزم از این کیفا استفاده میکنم. آخه چی عزیزم، خوشت نیومد؟ با ما چی کار داری؟ ما با شما در یه سطح نیستیم. واقعا؟ سطحتو نشون بده ببینم عوضی. بی تربیتو نگاه کنا. چی؟ تو عقلتو از دست دادی دختر؟ دهنتو ببند. واسه من از این ادا تو رو در خدا از روز اول این کارا رو نکن دیگه. چی میگی دختر؟ یه عده مرفع بی درد وایسادن جلومون دارن مسخرمون میکنن. ناراحت نشین، اون دختر خوبیه. آره خیلی. بیا بریم. خیلی بدبختی. چرا ازشون طرفداری میکنی؟ اونا تو رو بین خودشون راه نمیدن. من فقط نمیخواستم تو درد سر بیفتی، همین. آره آی مارالو ببین، اینا با هم دوست شدن. دوست چیه؟ مخ یکی رو کار گرفته. البته معلوم نیست مخ کار گرفته یا مخش کار گرفته. شما هر شب اینطوری؟ تو این کالج درس میخونی؟ آره، تو چی؟ من نه. کجا میخونی؟ بی خیال، یه کمی دوره. من همیشه میبینمت. فکر کنم این اطراف توی ویلا زندگی میکنی. آره؟ یعنی آمارمو داری؟ دروغ چرا؟ خیلی به چشم خورده. خیلی خوب شد که این یتیم خونه اینجا ساخته شد. دوستای جدید پیدا کردیم. ببین چی میگم، امشب پارتی داریم، میتونی بیای؟ باشه. اگه دوست داشتی میتونی دوستاتم دعوت کنی. باشه، بهشون میگم. خوبه. سرکان داداش کجایی؟ آفرین. دارم میام، صبر کنی. بریم. ول کن، خودم جمع میکنم. خیلی خوب، ول کردم. معذرت میخوام، قصد بیادبی نداشتم. مشکلی نیست. بی فرهنگ. تمام لباسم کثیف شد. پلاکشو برداشتم، ازش شکایت میکنم. چون لباستو کثیف کرد؟ چی کار کنم؟ امیدوارم با خوشرویی تمیز بشه. به خدا زحمتم زیاد شد. تو داری به چی نگاه میکنی؟ داشتم بچه ها رو نگاه میکردم. مگه چیه، دارن میرن مدرسه دیگه؟